سلام بچه‌ها، به کانال رنگ و نگار خوش اومدید. امروز قراره بهتون آموزش بدم که توی خونه موهاتون رو دکولوره کنید، دکولوره کامل، که موهاتون کمترین آسیب رو ببینه. بچه‌ها من قراره که موهای خودم رو دکولوره کامل کنم و این کار رو میخوام مرحله به مرحله و طی 2 روز انجامش بدم. شما میتونید حتی تعداد روزها رو بیشتر کنید اگه با این قضیه مشکل ندارید که موهاتون زرد یا نارنجی باشه. بنابراین اگه دوست دارید که موهاتون کمتر آسیب ببینه، میتونید طی مدت چند روز موهاتون رو روشن کنید و به پایه دلخواه یعنی پایه 9 یا حتی 10 برسونید با کمترین آسیب. بچه‌ها باید به این نکته دقت کنید که ما نمیتونیم طی چند روز تکنیک های آمبر، بالیاژ یا لایت رو انجام بدیم. چرا؟ چون که وقتی میایم لایه ها رو به ترتیب جدا میکنیم و هر کدوم پوش میدیم و داخل فویل میذاریم، دیگه نمیشه وقتی این فویل ها رو برمیداریم دوباره این کار رو مثلا فرداش تکرار کنیم و دقیقاً همون لایه ها رو برداری و مو رو به پایه برسونیم. بنابراین این کار برای این تکنیک ها اصلا قابل اجرا نیست. ولی تکنیک دکولوره کامل تکنیکی هستش که شما میتونید این کار رو براش انجام بدید و طی چند روز میتونید شما موهاتون رو به پایه دلخواهتون برسونید. خب بریم که مراحل بهتون توضیح بدم. اولین کاری که من میخوام برای خودم انجام بدم و موهامو دکولوره کامل کنم این هستش که میخوام روز اول از دکولوره به همراه اکسیدان 6% استفاده میکنم برای موهام، به این خاطر که اکسیدان 6% باعث میشه که موهای من خیلی آرومتر پایه بگیره و آب موهای منو تخلیه نمیکنه به صورت یه جا. بنابراین از اکسیدان 6% برای استارت کارم برای روز اول استفاده میکنم. بعد از اینکه موادم با اکسیدان ترکیب کردم، سعی میکنم با یک قلمو لایه لایه موهامو جدا کنم و موازنی واسه موهام انجام بدم. دقیقا مثل رنگ کردن میمونه. بعد از اینکه کل موهامو به دکولوره آغشته کردم 1 ساعت بهش زمان میدم و بعد از 1 ساعت موهامو میشورم و بعد از اینکه موهامو شستم سعی میکنم از این ماسک مو و شامپو استفاده کنم تا موهام یه مقداری اون حالت خشنی که داره از بین بره. طی این مرحله اول موها معمولا به پایه 5، 6 یا حتی 7 میتونن برسن. این خیلی بستگی به موهای خود شما داره. بچه‌ها یه نکته دیگه که هستش و باید حتما رعایت کنید، دقت کنید که سعی کنید موهاتون یا رنگ شده باشه یا موهای نچرال یا طبیعی خودتون باشه و کراتین یا حتی لایت نداشته باشه. چرا؟ چون اگه شما بخواید روی لایت این کار رو انجام بدید قطعا لایت هاتون میسوزن و شما در نهایت موهای سوخته دارید. پس روی اینجور موها اصلا این کار رو انجام ندید چون که خیلی ریسکی هستش. از این تکنیک میتونید برای موهایی که رنگ تیره هم دارن استفاده کنید، چون که طی چند روز ذره ذره شما پیگمنت های تیره رو از مو خارج میکنید و در عین حال آسیب مو کم میشه. بعد از اینکه روز اول کار دکولورتون رو انجام دادید، یه مقدار به موهاتون مکس بدید و بعدش ویال تراپی کنید. ویال تراپی چی هسته؟ شما میتونید داخل یه فروشگاه برید و ازشون ویال های درمانی بخرید. حالا ویال های درمانی متفاوتی وجود داره. مثلا یه ویال درمانی وجود داره که فقط آبرسانی انجام میده. ویال های درمانی وجود دارن که میتونن پیوندهای دیسولفیدی رو دوباره احیا کنن و من خودم برای موهای خودم سعی میکنم از ویالی استفاده کنم که هر دو این ویژگی ها رو داشته باشه، یعنی هم آبرسانی انجام بده و هم پیوندهای دیسولفیدی مو رو بتونه برگردونه. چرا؟ چون که بچه‌ها عمل دکولوره حتما به آب نیاز داره برای اینکه بتونه به پایه برسه و پایه خوبی رو ما بتونیم از مو بگیریم. از طرفی پیوند دیسولفیدی خیلی مهمه که سالم باشه. چرا؟ چون وقتی پیوند دیسولفیدی شما آسیب ببینه این مو یه موی کشسانه و ما توی کار دکولوره اصلا یه موی کشسان رو نمیخوایم. بنابراین وقتی که روز اول موهامون به پایه 6 یا 7 رسوندیم میایم از ویال ها استفاده میکنیم. ویالی که من استفاده میکنم این ویال لیسوپرو هستش. خیلی ویال خوبیه، دقیقا هر دو عملکرد رو داره که من بعداً توی یه ویدیو دیگه کامل بهتون توضیح میدم که این بسته چی کار میتونه برای موهای شما انجام بده. بعد از اینکه ویال تراپی کردیم میرسیم به روز دوم. توی روز دوم دیگه نمیایم هر لایه رو مواد بزنیم و مثل رنگ کردن باشه و موها رو بذاریم روی هم دیگه. نه، سعی میکنیم که لایه لایه موهامون رو بذاریم داخل فول یا بذاریم داخل فوم ها یا همون سوید مش ها تا هر لایه‌ای که به پایه میرسه رو بتونیم جداگانه پاکش کنیم. چون اگه مثلا من یه لایه زودتر گذاشته باشم داخل فول
امکان داره که اون زودتر به پایه رسیده باشه و لایه‌ای که آخر سر گذاشته باشم داخل فویل هنوز به پایه نرسیده باشه. بنابراین خیلی راحت وقتی یه لایه به پایه رسید اون لایه رو فویلش رو در میارم و مواد از روش میگیرم، پاکش میکنم و منتظر میمونم که بقیه لایه ها که داخل فویل هستش به پایه برسه. بچه‌ها این کار برای روز اول انجام نمیدیم، چون ما از روز اول انتظار اینو نداریم که موهامون رو حتما به پایه 9 یا 10 برسونیم، ولی توی روز دوم انتظار داریم که حتما موهامون به اون پایه دلخواهمون برسه. بنابراین این کار انجام میدیم. و نکته دیگه که خیلی باید بهش دقت کنید اینه که حتما از یه پودر دکولوره با کیفیت استفاده کنید، چون برای موهای خودتون هست و برای موهای خودتون باید ارزش قائل بشید. میشه با پودر دکولوره های کم کیفیت تر هم این کار رو انجام داد، اما من ترجیح میدم که واسه خودم و مشتریای خودم از بهترین متریال استفاده کنم. بنابراین شما هم سعی کنید از بهترین متریال استفاده کنید، چون که استفاده کردن از مواد مرغوب و خوب همونطور که به خودتون حس خوبی میده و حس آرامش میده باعث میشه که مشتری بیشتری هم براتون بیاد و مشتری کم کم اینو درک میکنه و میفهمه که شما از مواد و متریال خوب استفاده میکنید و دارید خالصانه براش کار انجام میدید. خب بچه‌ها در آخر میرسیم به مرحله رنگسازی کردن. برای رنگسازی کردن شما میتونید همون روز هم رنگسازی رو انجام بدید، اما خیلی‌ها بعد از اینکه کار دکولوره انجام میدن پوست سرشون به شدت اذیت میشه. بنابراین من ترجیح میدم که برای خودم یا شما اگه دوست داشته باشید برای خودتون میتونید یک روز مکس بدید و بعد از اینکه کار دکولرتون رو انجام دادید 24 ساعت بعد کار رنگسازی روی موهاتون انجام بدید. بچه‌ها دقت کنید که بعد از هر بار دکولره کردن میتونید از ماسک موهای مخصوص موهای رنگ شده استفاده کنید تا یه مقداری موهاتون جون بگیره و به حالت نرمال خودش برگرده. مرسی که این ویدیو رو نگاه کردید. دوستتون دارم. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.